بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. بینندگان نهایت گرامی، دوستان محترم و معزز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 66 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در قسمت گذشته این برنامه شروع کرده بودیم با بیان احکام و آداب و فضائل نمازهای نفلی و گفتیم که نمازهای نفلی شامل همه نمازهای می شود که غیر از فرایض پنجگانه است، که شامل نمازهای سنتهای راتبه و نماز ویتر و نماز تراویح و قیام اللیل و نماز تحیت المسجد و نماز الضحی و چاشت و نمازهای عام نفلی می گردد. و در قسمت گذشته خدمت شما دوستان عزیز فضائل و برتری های نوافل و نمازهای تطوعی را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم کرده بودم که نمازهای نفلی از چه جایگاهی در شریعت اسلام برخوردار است و چه فضیلت و برتری های برای از او در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده است. و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه مطلب سابق است که افضل ترین این نمازهای نفلی سنت های راتبه هست و در 5 وقت نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 12 رکعت سنت راتبه را مشروع گردانیده که 2 رکعت در نماز صبح است و 6 رکعت در نماز پیشین که 4 رکعت قبل از نماز فرض و 2 رکعت بعد از نماز فرض، و در نماز عصر سنت راتبه نیست و در نماز عصر 2 رکعت بعد از نماز و در نماز خفتن هم 2 رکعت بعد از نماز که مجموعاً 12 رکعت میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی ترغیب و تشویق کردن با خواندن این 12 رکعت سنت های راتبه و فضیلت و برتری های برای این سنت ها بیان کردن. و علما همه اتفاق نظر دارن بر نمازهای فرضی که همه 17 رکعت هستند که 2 رکعت نماز صبح و 4 رکعت نماز پیشین و 4 رکعت نماز عصر و 3 رکعت نماز شام و 4 رکعت نماز خفتن و عشاء که مجموعاً 17 رکعت می شود. و اما در سنت های راتب جمهور علما قولشان به 12 رکعت است، قسمی که قبلا بیان کردم، و عده علما 10 رکعت گفتن بنا به حدیثی که متفق علیه است که از عبدالله ابن عمر که بیان میکنن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با 10 رکعت نماز خواندن با 10 رکعت سنت های راتبه محافظت میکردن. و لیکن احادیث دیگری آمده که بیان کننده 12 رکعت است و اختلافشان در نماز سنت راتبه قبل از نماز ظهر است که 2 رکعت است یا 4 رکعت. جمهور علما قول به 4 رکعت دارن، عده علما قول به 2 رکعت دارن. وقتی که به 4 رکعت جمهور علما قول دارن مجموعاً 12 رکعت میشه. و حدیثی که از ابن عمر عبدالله ابن عمر در متفق علیه در صحیح بخاری در صحیح مسلم آمده این است که ایشان فرمودند حفظت من النبی صلی الله علیه و سلم 10 رکعات، من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 10 رکعت را حفظ کردم آموختم. و در روایت دیگه میگه صلیت من نبی صلی الله علیه و سلم، ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 12 رکعت را خواندم که مرادم 12 رکعتی نمازهای سنت های راتبه است که در شرح از اون میگن که رکعتین قبل الظهر و رکعتین بعدها که 12 رکعت عبارت است از 2 رکعت که قبل از فرض نماز پیشین خوانده می شود و 2 رکعتی که بعد از فرض نماز پیشین و رکعتین بعد المغرب فی بیته و خواندن 2 رکعت نماز بعد از نماز مغرب در خانه و رکعتین بعد العشاء فی بیته و همچنین خواندن 2 رکعت نماز بعد از نماز عشاء در خانه که از رسول اکرم حفظ کردم که این کار را میکردن که 2 رکعت نماز شام را در خانه میخواندن و همچنین 2 رکعت نماز خفتن را در خانه میخواندن و همچنین قبل الظهر 2 رکعت و بعد از ظهر 2 رکعت و رکعتین قبل الصبح و همچنین قبل از نماز صبح 2 رکعت را میخواندن و این را ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حفظ کردم. و در روایت دیگه میگه که و رکعتین بعد الجمعه فی بیته و همچنین بعد از نماز جمعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 رکعت در خانه خود میخواندن.
پس بنابراین عده از علما گفتن که سنت های راتبه عددشان 10 رکعت است، لیکن جمهور علما گفتن که 12 رکعت است بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده، از جمله حدیثی که امام مسلم از ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله عنها روایت میکنه که ایشان فرمودند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان فرمودند من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بیت فی الجنة. کسی که در یک شب و روز 12 رکعت نماز نفلی انجام میدهد، نماز تطوعی انجام میدهد، و در روایت دیگه میگه سوى المکتوبه، یعنی 12 رکعت غیر از نماز فرضی 12 رکعت نماز دیگه میخواند، بنی له بیت فی الجنة، بر از او خانه در جنت ساخته میشود. و این حدیث هم دلالت اولا به این میکند که نمازهای سنت های راتبه 12 رکعت است و تفصیلش در روایت امام ترمذی آمده که فرمودن که 4 قبل الظهر و رکعتین بعدها، که اون 12 رکعت تفصیلش چنین است که 4 رکعت قبل از نماز پیشین خوانده شود و 2 رکعت بعد از نماز پیشین و رکعتین بعد المغرب و 2 رکعت بعد از نماز المغرب و رکعتین بعد العشاء و 2 رکعت بعد از نماز خفتن و رکعتین قبل الفجر و 2 رکعت قبل از نماز فجر. پس این حدیث دلالت کننده این است که سنت های راتبه 12 رکعت است و همچنین دلالت بر فضیلت و برتری این 12 رکعت میکند که کسی که به این خواندن این 12 رکعت مداومت میکند، الله متعال بر از او قصر و خانه در جنت میسازد. و همچنین امام بخاری از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و رکعتین قبل الغداة، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت 4 رکعت قبل از نماز پیشین را و 2 رکعت نماز چاشت را ترک نمی‌کردند. همیشه قبل از نماز پیشین 4 رکعت سنت راتبه می‌خواندند و همیشه 2 رکعت نماز در وقت چاشت یا نماز ضحا در وقت ضحا می‌خواندند. پس و همچنین امام ابو داود و ابن ماجه و امام ابن خزیمه از صحابی جلیل القدر ابو ایوب انصاری روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند 4 قبل الظهر لیس فیهن تسلیم یفتح لهن ابواب السماء، 4 رکعتی که پیش از نماز پیشین خوانده می شود بدون سلام گشتاندن، این یک جایی 2 رکعت خوانده قاعده کرده دوباره استاد میشه و 2 رکعت دیگه میخواند، 4 رکعت را یک جایی شخص میخواند، خواندن این 4 رکعت تفتح لهن ابواب السماء، دروازه های آسمان را بروی خود باز میکند، یعنی مورد قبول درگاه الله متعال قرار میگیرد یا سبب اجابت دعای این شخص میشود که 4 رکعت نماز را همیشه قبل از نماز پیشین میخواند. پس مجموع این احادیث دلالت به این میکند که سنت راتبه فضیلت زیادی دارد 12 و تعدادشان 12 رکعت است. اما اینکه عبدالله ابن عمر در حدیث متفق علیه که هو حدیث صحیح از 10 رکعت نقل کردن، علما گفتن که یا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احیانا 12 رکعت میخواندن و احیانا 10 رکعت، یعنی نمازی 2 رکعت قبل از ظهر احیانا 2 رکعت میخواندن و احیانا 4 رکعت میخواندن، لذا حضرت عایشه و ام حبیبه اینا 4 رکعت نقل کردن که مجموعاً 12 رکعت میشود و حضرت عبدالله ابن عمر 2 رکعت نقل کردن که مجموعاً 10 رکعت میشود. و همچنین گفتن که احتمال عزیز که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 4 رکعت میخواندن لیکن 2 رکعت را در خانه میخواندن و 2 رکعت را در مسجد، که حضرت عبدالله ابن عمر فقط اون 2 رکعتی را دیدن که در مسجد خوانده میشد، لذا نماز سنت راتبه قبل از ظهر 2 رکعت نقل کردن که مجموعاً 10 رکعت گفتن. و همچنین عده از علما گفتن که احتمال عزیز هم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احیانا 4 رکعت میخواندن و احیانا 2 رکعت و هر دوش اشکالی نداره که انسان سنت راتبه قبل از ظهر 2 رکعت بخواند و یا 4 رکعت بخواند، اختیاری است. لیکن گفتن که زیادت خیر خیر، یعنی هر چیزی که انسان در کار خیر اضافه بکنه او بهتر و خوب است، که انسان اگر 4 رکعت بخواند که مجموعاً 12 رکعت میشه، این افضل و بهتر است. و در مورد سنت های راتبه که آیا قضا آورده می شود نمی شود، علما قولشان این است که اگر از شخصی سنت راتبه قضا می شود از وقت خود فوت می شود، قضایی ندارد مگر سنت راتبه نماز فجر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت را ترک نکرده بودند. و اگر از شخص نماز
فجر فوت می شود، نماز فجر هر وقت می خواند باید امرایش سنت راتبه را هم بخواند و اگر میره در مسجد شروع به فرض میکنه سنت راتبه از او فوت می شود، باید سنت راتبه را بعد از برآمدن آفتاب، افضل بهتر است که بعد از برآمدن آفتاب یا با نماز ضحی یک جای بخواند و اگر امکانش نبوده باشد میتواند که بعد از نماز فجر متصل او را قضا بیارد. یعنی نماز سنت راتبه فجر قضا آوردنش ثابت است، اما دیگه سنت ها وقتی که از وقتش فوت شد قضا آورده نمی شود. و همچنین نماز ظهر هم، سنت راتبه ظهر هم از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از روزها سنه راتبه ظهر از پیششان نقل شد، از پیششان فوت شد، سنت قبلی او را بعد از سنت بعدی بعد از نماز ظهر قضا آوردن. و همچنین سنت های راتبه در سفر خوانده نمی شود، چون در سفر وقتی که فرض در او نقص میاد 4 رکعتی 2 رکعت می شود، لذا نمازهای نفلی یا نمازهای سنت راتبه به طور اولا ترک می شود، مگر سنت فجر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه در سفر و نه در حضر او را ترک کردند، هیچ وقت او را ترک نکردند، سر او تاکید زیادی آمده در سفر خوانده می شود. و غیر از این سنت های راتبه که 12 رکعت است و همچنین از جمله احکام سنت های راتبه این است که افضل و بهتر است که در خانه خوانده شود و اگر که شخصی در مسجد هم بخواند اشکالی نداره، لیکن افضل و بهتر است که در خانه خوانده شود، چون در حدیث متفق علیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند افضل صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه، که بهترین نماز شخص مسلمان این است که در خانه خود بخواند مگر نمازهای فرضی، نمازهای فرضی را در مسجد بخواند و بهتر و افضل است که دیگر نمازهای نفلی را که سنت راتبه و دیگر نوافل است در خانه خود بخواند. و غیر از این سنت های راتبه بعضی از نمازهای دیگه هم در احادیث اشاره به او شده، فضیلتی برای او بیان شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام میدادن قبل از فرضها یا بعد از فرضها، که او را علما سنت های راتبه نمیگن لیکن سنت های غیر راتبه است که قبل از نماز فرض یا بعد از نماز فرض انجام داده می شود. از او جمله 4 رکعت است که بعد از نماز فرض پیشین خوانده می شود که نماز فرض پیشین 2 رکعت سنت راتبه است بعد از او، و علاوه بر او 4 رکعت دیگه هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترغیب وارد شده که 4 رکعت دیگه هم می‌خواندن و صحابه کرام را ترغیب می‌دادند. در اصحاب سنن و امام احمد از ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله عنها روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من حافظ على 4 قبل الظهر و 4 بعدها حرمه الله تعالی علی النار، کسی که با 4 رکعت قبل از نماز پیشین و با 4 رکعت بعد از نماز پیشین محافظت میکند، الله متعال او را بر آتش جهنم حرام میگرداند، جسمی از او را بر آتش جهنم حرام میگرداند. و این فضیلت و برتری است برای این نماز خواندن 4 رکعت بعد از نماز فرض پیشین. و علما گفتند که احتمال عزیز که این 4 رکعت غیر از 2 رکعت سنت راتبه بوده باشد و احتمال عزیز هم هست که این 4 رکعت شامل 2 رکعت نماز راتبه بگردد که مجموعاً 4 رکعت میخونه که 2 رکعت به حساب راتبه حساب میشه و 2 رکعت دیگهش غیر راتبه. به هر حال اگر شخصی بتواند که در نماز پیشین غیر از 4 رکعت که قبلا راتبه است و 2 رکعت که بعد از او راتبه است 4 رکعت دیگه بعد از او بخواند، فضیلتی زیاد و برتری زیاد دارد که خدا الله رسول اکرم صلی الله علیه و فرمود که حرم الله علیه النار، که توسط از الله متعال آتش جهنم را بر بالای از او حرام قرار میدهد. و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه ادامه این مطلب را با بیان سنت های غیر راتبه که در نمازهای دیگری وارد شده خدمت شما بیان خواهم کرد. با ما باشید. عیادت بیماران. در صحیح مسلم از طریق ثوبان رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان اگر برادر مسلمانش را عیادت نماید همیشه در ناز و نعمت بهشت است تا باز گردد. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي
لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد هستم خدمت شما دوستان معزز و مکرم ارجمند. در قسمت اول گفتم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با بیان اینکه در 5 وقت نماز 12 رکعت نمازهای سنت راتبه مشروع است، مشروعیت این را و بیان فضیلت و برتری از او را در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرده بودند که خدمت شما عرض و بیان کردم. و همچنین گفتم که غیر از این 12 رکعت دیگر نمازهای دیگری هم است که قبل از نمازهای فرضی یا بعد نمازهای فرضی خوانده می شود که سنت‌های غیر راتبه او را گفته می شود، که از جمله 4 رکعت نمازی که بعد از نماز فرضی پیشین خوانده می شود و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به این ترغیب کردند. و همچنین از جمله سنت‌های غیر راتبه 4 رکعت نماز است که قبل از نماز عصر خوانده می شود و این مطلب در حدیثی که امام ابو داود و امام ترمذی و امام احمد و ابن خزیمه و علمای دیگری از صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، شخصی که قبل از نماز عصر 4 رکعت میخواند الله متعال او را رحم کند و رحمت خود را شامل حال از او گرداند. و همچنین اصحاب سنن امام ترمذی و امام نسائی و ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله از امیر المؤمنین خلیفه 4 مسلمان ها علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که ایشان فرمودند: کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی قبل العصر 4 رکعات یفصل بینهن بالتسلیم، که از فعل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما نقل میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبل از نماز عصر 4 رکعت میخوانند که در مابین آن 4 رکعت با سلام گشتاندن فاصله قرار میدادن، یعنی 2 رکعت میخواندن سلام میگشتاندن باز 2 رکعت دیگه استاد شده میخواندن. پس این حدیث علی رضی الله عنه بیان کننده فعل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است و حدیث عبدالله ابن عمر بیان کننده قول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خودشان این 4 رکعت قبل از نماز عصر را میخواندند و همچنین به خواندن از این قولا ترغیب کردند. پس مناسب است بر شخص مسلمان که این فعل را انجام بدهد و این راتبه نیست، غیر راتبه است. و اگر شخصی داخل مسجد می شود قبل از نماز عصر 2 رکعت تحیت المسجد را می خواند و هم اشکالی ندارد و اگر بتواند که 4 رکعت بخواند افضل و بهتر است. و همچنین از جمله نمازهای غیر راتبه 2 رکعت نماز است که بعد از غروب آفتاب و قبل از نماز مغرب خوانده می شود یا بعد از اذان مغرب و قبل از شروع کردن به نماز مغرب خوانده می شود و این مطلب هم در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد است. از جمله حدیثی است که امام بخاری رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر عبدالله بن مغفل المزنی که ابو سعید کنیه‌شان بود و از جمله اصحاب شجره بودند، کسایی که در زیر شجره با رسول اکرم صلی الله علیه و بیعت رضوان را انجام دادند که الله متعال از ایشان راضی شد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره و این صحابی جلیل القدر از جمله آنها بودند و در مدینه زندگی میکردند و در زمان خلافت عمر بن الخطاب رضی الله عنه وقتی که شهر بصره بنا شد، صحابی حضرت عمر بن الخطاب 10 نفر از صحابه را به این شهر فرستادند که اهل این شهر را احکام فقه و احکام دین از آنها را تعلیم بده. از او جمله این شخص هم عبدالله بن مغفل هم بود و در اونجا در سال 60 هجری در بصره وفات کردند. این صحابی جلیل القدر روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. عبدالله بن مغفل رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند 3 بار فرمودند که صلوا قبل المغرب، شما قبل از مغرب نماز بخوانید، قبل از اینکه نماز مغرب را میخوانید 2 رکعت نماز دیگه بخوانید. بعد از او در بار سوم فرمودند که لمن شاء، این امر واجبی نیست، ضروری نیست، کسی که بخواهد
قبل از نماز مغرب 2 رکعت نماز بخواند. و این لمن شاء به خاطر ازی گفتن که مردم این را قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سنت مؤکده یا واجب فکر نکنند، بلکه امر مندوبی و مستحبی است، کسی که خواسته باشه بخواند. و همچنین ابن حبان از این صحابی جلیل قدر عبدالله بن مغفل روایت میکنه که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم صلى قبل المغرب رکعتین، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از نماز مغرب 2 رکعت خواندند. پس حدیث اولی که امام بخاری روایت کرده بود بیان کننده قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که در این باره امر کردن و امر مستحبی بوده. و حدیث دوم حدیث ابن حبان بیان کننده فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که فعلا هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را انجام دادن. و در حدیث دیگری تقریر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه کرام، یعنی فعل صحابه کرام و تقریر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که صحابه کرام این کار را میکردن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایشان را به این کارشان از این کارشان منع نکرد. حدیثی که امام مسلم از انس بن مالک، امام مسلم رحمت الله علیه از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، ما بعد از غروب آفتاب و قبل از نماز مغرب 2 رکعت میخواندیم. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یرانا فلم یأمرنا ولم ینهانا، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را میدید، نه ما را به این کار امر میکرد و نه ما را از این کار نهی میکرد. و این تقریر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس این فعل خواندن این 2 رکعت نماز قبل از نماز مغرب از جمله سنت های راتبه نیست، لیکن امر مندوب و مستحب است که خوانده شود. و این فعل و این 2 رکعت نماز هم به قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هم به فعل ایشان و هم به تقریر ایشان و هم به فعل صحابه ثابت است. پس و همچنین از جمله نمازهای نفلی که سنت راتبه نیست 4 رکعت نماز است که بعد از نماز عشاء خوانده می شود. و این مطلب هم در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، حدیثی که امام ابو داود و امام احمد از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان فرمودند ما صلی النبی صلی الله علیه و سلم العشاء قط فدخل علی الا صلى 4 رکعات او 6 رکعات، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت نماز عشاء را انجام نمیخواندند و بعد از او در خانه من نمی آمدن مگر اینکه 4 رکعت یا 6 رکعت بعد از او میخواندن، که احیانا 4 رکعت میخواندن و احیانا 6 رکعت میخواندن، که بعد از اینکه نماز فرض را در مسجد میخواندن، نماز فرض عشاء را، و بعد از او به خانه حضرت عایشه تشریف میآوردن. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که احیانا بعد از نماز فرض عشاء 4 رکعت میخواندن و احیانا 6 رکعت نماز نفلی یا نماز سنت میخواندن. و همچنین امام ابو داود و امام نسائی از ابن عم النبی صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که ایشان فرمودند بیت فی بیت خالتی میمونه، من یکی از شبها در خانه خاله خود میمونه که ام المؤمنین حضرت میمونه خواب کردم و بعد از او قصه خستن پیغمبر صلی الله علیه و سلم و وضو کردنشان و خواندن نمازشان و همچنین حکایت میکند و میگوید که فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء الى منزله فصلى 4 ركعات، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز عشاء را در خانه خواندند و بعد از او در خانه ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها تشریف آوردند و بعد از خواندن نماز عشاء 4 رکعت نماز دیگه نماز نفلی در خانه انجام دادند. پس این هم 4 رکعت هم از جمله سنت های غیر راتبه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندند. پس سنت های غیر راتبه همچنان که سنت های راتبه 12 رکعت بود، سنت های غیر راتبه هم 12 رکعت است. کسی بخواند مداومت کند یا احیانا بخواند این کار خوب و بهتر است که هم به قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و هم به فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و برای زود ترغیب و پاداشی از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده و او 12 رکعت خواندن 4 رکعت نماز نفلی بعد از فرض نماز پیشین و خواندن 4 رکعت قبل از فرض نماز عصر و خواندن 2 رکعت قبل از فرض نماز مغرب و خواندن 4 رکعت بعد از فرض نماز عشاء است که مجموعاً 12 رکعت می شود و با 12 رکعت نماز نفلی هم مجموعاً 24 رکعت می شود و با 3 رکعت نماز ویتر هم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه با خواندن نماز ویتر مداوم می‌کردند 27 رکعت می شود و با 17 رکعت نمازهای فرضی مجموعاً 44 رکعت می شود. پس کسی که علاوه بر
نمازهای نفلی دیگر که تحیت المسجد است و نماز ضحی است و نماز قیام اللیل است و نماز تراویح، علاوه بر اینها در این نمازهای پنجگانه اگر بتواند که بر این 44 رکعت مداومت کند که 17 رکعت نمازهای نفلی است و 12 رکعت سنتهای راتبه است و 12 رکعت هم غیر راتبه و 3 رکعت هم نماز وتر، این شخص میتواند خدا به درجه برساند که در حدیثی که قبلا خدمت شما عرض کردم که ولایت خدا را به دست از آن خود بکند، یعنی به درجه خدا برساند که خداوند متعال محبوب الله متعال خود را قرار بدهد. و از جمله نمازهای نفلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر از او زیاد تاکید، نمازهای سنتهای راتبه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیاد سر از او تاکید کردن، 2 رکعت نماز فجر است و این 2 رکعت نماز فجر بر دیگر نمازهای نفلی، بر دیگر سنتهای راتبه ویژگی های زیادی دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حریص بودن هیچ وقت 2 رکعت نماز را ترک نمی کردن و ما مسلمان ها را تشویق کردن به خواندن این 2 رکعت نماز که هیچ وقت را ترک نکنیم و همچنین آداب و احکامی در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی با ما بیان شده و در مورد حرص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خواندن این 2 رکعت نماز راتبه 2 رکعت که قبل از نماز فجر خوانده می شود، حدیث آمده از جمله حدیثی است که متفق علیه است از ام المؤمنین عایشه صدیقه روایت شده است که ایشان فرمودند لم یکن النبی صلی الله علیه و سلم علی شیء من النوافل اشد تعاهدا منه علی رکعتي الفجر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به هیچ نماز نفلی محافظت زیاد نداشتند بجز به 2 رکعت نماز فجر، یعنی اینقدر محافظت و پایداری که به 2 رکعت نماز فجر داشتند به هیچ نماز نفلی دیگری نداشتند. و همچنین از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که ایشان هیچ وقت این 2 رکعت نماز را نه در سفر و نه در حضر ترک میکردند. و همچنین امام ابو داود و امام احمد از صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تدعوا رکعتي الفجر ولو طردتكم الخیل، شما 2 رکعت نماز فجر را 2 رکعت سنت فجر را ترک نکنین اگرچه شما را در وقت جنگ هم بوده باشید که دشمنا هم شما را پیش کنه، در او وقت هم شما ترک نکنین، یعنی در وقتی که به مشکل هم باشد، در وقت جنگ هم باشد 2 رکعت نماز را ترک نکنید. و همچنین امام مسلم و امام ترمذی روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، 2 رکعت نماز فجر از دنیا و ما فیهای دنیا که هم بهتر است از زمین و هر آنچه که در روی زمین است که برای انسان داده شود، از او که بهتر است که 2 رکعت نماز فجر را بخواند و این 2 رکعت نماز فجر را تخفیف نکند. و در احادیث آدابی برای این 2 رکعت نماز فجر بیان شده. از جمله آداب این 2 رکعت نماز فجر این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خواندن این 2 رکعت نماز فجر تخفیف میکردند، یعنی سوره های کوتاه را میخواندند و قیامشان و قعدهشان و رکوع و سجدهشان طولانی نمی بود. این مطلب در حدیث متفق علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند کان نبی صلی الله علیه و سلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح حتی انی اقول اقرأ بام الکتاب، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خواندن 2 رکعت نمازی که پیش از نماز فجر خوانده میشه سنت فجر زیاد تخفیف میکردن، حتی ما گمان میکنن که سوره فاتحه را خوانده هم یا نخواندند. البته این با مقایسه است با دیگر نمازهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که زیاد قیام طولانی میکردن، قرائت طولانی میکردن، در مقایسه با دیگر نمازهایشان این نمازشان کوتاه می بود، تخفیف در این اختیار میکردن. و این به این معنا نیست که چیزی از این نماز را ترک میکردن یا قرائت نمیکردن یا رکوع نمیکردن، بلکه همه اعمال نماز را به شکل خوب و بهتر انجام میدادن، لیکن نسبت به دیگر نمازها تخفیف را در این نماز اختیار میکردن. و همچنین عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید که فصلى رکعتین خفیفتین، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از نماز فجر 2 رکعت نماز کوتاه خواندن که مراد از 2 رکعت نماز سنتی راتبه فجر است. و همچنین در موردی که کدام سوره ها در این
دو رکعت نماز خوانده شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از فعل ایشان و از قول ایشان ثابت است که مداومت میکنند با خواندن سوره قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد در این دو رکعت. البته بعد از خواندن سوره فاتحه در رکعت اول قل یا ایها الکافرون را میخواندند، سوره کافرون را، و در رکعت دوم سوره اخلاص را، قل هو الله احد را. و این مطلب در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرأ فی رکعتي الفجر قل هو الله قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دو رکعت فجر قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد را خواندند. و این حدیث را امام مسلم در صحیح خود از حضرت ابو هریره روایت میکند و همچنین اصحاب سنن غیر از امام نسائی، اصحاب سنن، سنن ترمذی و سنن ابن ماجه و سنن امام ابو داود و همچنین امام احمد از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که ایشان فرمودند رمقت رسول الله صلی الله علیه و سلم شهرا، من یک ماه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مراقبت کردم، اعمال ایشان را زیر نظر گرفتم که فکان یقرأ فی الرکعتین فی الفجر قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد. یک ماه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم متابعت کردم که دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دو رکعت نماز فجر قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد را میخواندند. البته این به طور غالب بوده، در غالب این کار را میکردند و احیانا هم این طور میشده که غیر از این دو سوره دیگر یا آیات های دیگری را هم میخواندند، همچنان که امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبي صلی الله علیه و سلم قرأ فی رکعتي الفجر قل آمنا بالله وما انزل الینا فی البقره عوضا من قل یا ایها الکافرون و قل یا اهل الكتاب تعالوا فی آل عمران عوضا من قل هو الله احد، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بجای قل یا ایها الکافرون در رکعت اول آیات سوره بقره را، آیات آخر سوره بقره را که قل آمنا بالله و ما انزل الینا، این آیات را خواندند. و در رکعت دوم بجای قل هو الله احد آیات سوره بقره را که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، این آیات را در رکعت دوم خواندند. پس این هم دلیل است بر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طور همیشه و مداوم این کار نمیکرد، لیکن غالبا در رکعت اولی نماز فجر سنت فجر قل یا را میخواندند و در رکعت دوم قل هو الله را بعد از خواندن سوره فاتحه، لیکن احیانا آیات های دیگری را هم میخواندند، همچنان که در این حدیث ثابت است که حضرت ابو هریره میگویند که در رکعت اول آیات آخر سوره بقره را خواندند و در رکعت دوم آیات از سوره آل عمران که قل آمنا بالله این را خواندند. و از جمله احکام اخیری که در این مورد علما ذکر کردند این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از خواندن این دو رکعت استجاع میکردن، یعنی به طرف راست خود تکیه میکردن برای چند ثانیه و چند دقیقه. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا صلى رکعتي الفجر اضطجع على شقه الایمن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که دو رکعت نماز فجر را سنت فجر را میخواندن به طرف راست خود استجاع میکردن، یعنی تکیه به طرف راست خود میکردن. لذا علما گفتن که از جمله امور مستحبه هم این است که وقتی که دو رکعت نماز فجر خوانده میشد به طرف راست انسان استجاع کند. و همچنین امام ابو داود و امام ترمذی و امام احمد از حضرت ابو هریره روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الایمن. وقتی که یکی از شما پیش از نماز فجر دو رکعت سنت راتبه فجر را میخواند باید بعد از خواندن از او به طرف راست خود استجاع کند، تکیه کند. و این فعل هم از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هم از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. لذا علما قولشان این است که مستحب است که انسان این کار را بکند و بعضی علما گفتند که مستحب است در حق کسی که قیام اللیل دارد و بعد از قیام اللیل دو رکعت نماز فجر را میخواند پیش از اینکه به فرض فجر استاد شود چند دقیقه به طرف راست خود تکیه کرده راحت کند. و در مورد قضای دو رکعت را گفتیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه این دو رکعت را مداومت میکردند و در سفر و حضر از ایشان ترک نمیشد و وقتی که ترک میشد او را قضا می آوردند. و همچنین از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که ایشان امر به قضای این دو رکعت کردند وقتی که ترک میشد، همچنان که ابو هریره
از امام ترمذی از ابو هریره روایت میکند که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیهما بعد ما تطلع الشمس. کسی که از او 2 رکعت نماز فجر فوت می شود باید او را بعد از برآمدن آفتاب، بعد از طلوع آفتاب، وقتی که نماز اشراق یا نماز ضحی را میخواند، این 2 رکعت نماز فجر را، سنت فجر را در وقت قضا بیارد. دوستان محترم، در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد. با شما خداحافظی میکنم و ان شاء الله در قسمت آینده ادامه این مطلب را خدمت شما عرض بیان خواهم کرد. تا وقت الله حافظ و نگهبانتان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.